که الان دیگه نمیدونم چه تغییراتی پیدا کرده. پشتش رو بچه‌ها یک رخنه ایجاد کرده بودن، یعنی یه خورده اون سیمای خاردار اینا رو چیز کرده بودن، پاک کرده بودن، ازش در میرفتن توی چیز. در رفتن منم گاهی در میرفتم، منتها خوب در رفتن من با اونا متفاوت بود. اونا میرفتن همچون که گفتم سینمایی چیزی، منم میرفتم حالا مثلا این دوستانی که در جهرم داشتم و در خفر داشتم کسایی رو میدیدم. یعنی یکی از خاطرهای شیرین دیگه هم در رفتن از پادگان جهرم بود و رد شدن از اون نخلستان‌هایی که اون زمان دورش هم خالی بود، اومدن به بازار، اومدن به یک کتاب فروشی هم بود اونجا که بعضی از کتاب‌های مذهبی روشن‌ها الان اسمش یادم نیست هم داشت، از اونا در همون حدش استفاده می‌کردم، کتاب‌های مجاز. منتها خب مسئله دیگه‌ای که باز خاطرش از اون زمان برای تو جهرم زنده است، محیط متفاوت جهرم بود دیگه. بالاخره برای من که از خراسان اومده بودم، نخلستان و زیر درخت نخل رو نمیدونم خرمای تازه از درخت کندن اینا، به خصوص یک دوستی داشتم که فوت کرد و رحمتش کنه، معلم بود در خفر، از بهشهر اومده بود اونجا، معلم بود و آدم سیاسی بود. گاهی هم که مرخصی بود یا میتونستم در برم پیش او میرفتم و به همین نخلستان ها میرفتم. این حالا چند تا به اصطلاح شبه خاطره خام از اونجا که دیگه اون جنبه‌های انسانی اجتماعی شو یه فرصت دیگه